السلام علیکم ای دوستی خدا حاجی میرزا. از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گویید. من یک اپه بی نماز دارم. روز جنجال خوردم با این اپم. بعد من به کار رفتم. از کار گشته به خانه آمدم که مادرم با من یگان گپ ناپرسیده جنگ و جنجال برداشت و به سوی من گشته گفت که آقت کردم، برآمده رو از خانه من. بعد به همین سخن سخت مادرم من خودم را خواستم که به قتل رسانم. در حالت با قتل رساندن اسلام و سخنان سخت تأثیر شما نگذاشت که من خودم را به قتل رسانم. آیا من چیکار کنم؟ آیا من با همین سخن سخت مادرم آق کرده و دوزخی شدم؟ من چیکار کنم؟ به خانه برگردم یا نه؟ التماس جواب دهید. من جوان نمازخوان 5 وقته هستم و با روزه. خدا مددگارتان باشد. البته من اول میگویم که با کسانی که بی نماز هستند شما باید که یک معامله کنین که اونها را به سوی نماز جلب کرده توانید. اونها قطع درشتانه شما صحبت نکنین. طرز تبلیغ، طرز دعوت این نیست که ما بی نماز از معرکه خود بیرون کنیم یا بی نماز تماما انسان نشماریم. این گونه باید معامله نکنیم. بی نماز است باید توصیه دادن در کار، باید نصیحت کردن در کار، راههای خوب به او نشان دادن در کار، پیش یک عالم برینش تا که دل وی ملایم کند. با این گپ های سخن سخت و قبیح عاقبت کار البته با این انجام نیابد. لیکن بسیار غلط است که مادر و پدر در اندک کار فرزندها را عاق میکنند. بسیار غلطی کلان است. در اسلام عاق وجود ندارد. عاق نکنید، زیرا که بین سبب یک عاق شدن او اگر بعض همین موعظه های ما و شما نمیشد، این جوان تیار بود است که خودش به قتل رساند. برای چی؟ برای که مادرم که عاقم کرد تمام من دیگر روی جنت نمیبینم. این گونه اعتقادی پر تأثیر در وجود این جوان وجود داشته است. برای همین باید این مادر هر دو فرزندها را میشیناند، با اینها نصیحت میکرد، با این دختر بی نمازش تاکید میکرد که دخترم خیلی با نماز شو، از گپی دادرت ملال نشو، و دادرش هم نصیحت میکرد که با طرف اپای خود این گونه معامله نکن. گفته این باید که استفاده میبرد، نه اینکه در حال با اندک کار. بسیار از در اینجا خطا میآید که مرا پدرم عاق کرد، مادرم عاق کرد. سببش میبینی یک سببی نه چیزی هست. این جوان البته عاق نشده است. این جوان اگرچه حکم خدا را بر اپای خود رسانیده است و شاید این مادر سراسیمگی کرده است، شاید در مادر سخن نادرست رسانیده باشند و این مادر تا حد آمده است که این فرزند عاق کرده است. این فرزند میتواند که باز نزد مادرش رود، خانه رود و عاق شده نیست. از مادر خود عذرخواهی کن، مادر تو را بخشد، در حق دعای نیک کند. ان شاء الله وای اونها یک کانی رحم هستند و اینها دائم دلسوز هستند. میگویم که اگر این گونه توی‌هایی که این برادر حاجی کرده است، از عرق نوشی باشد، از رقاصه باشد، از فسق و فساد باشد، از سخنهای لهو باشد، در تمام سال کردن این حرام است، نه یک بین عید رمضان و عید قربان. تمام سال ده اگر شما کنین برای شما چی است؟ گناه پیدا میکند. خلاص. السلام علیکم داملای محترم. یک سوال دارم. آیا در توی آیت خواندن درست است یا نه؟ یا ختم قرآن کنم؟ زیرا میگویند که در خرسندی آیت خوانی مصیبت میاره. آفرین. عرق دادن مصیبت نمیاره. در $300 و $500 یک دختر فاحشه در بین حولی ما و شما پا میزند، مصیبت نمیاره. $1000 $2000 در یک سراینده از کیم کدام مکان گرفته میاریم، مصیبت نمیاره. دخترها را فتح میپشانیم، پیش حضرت امیرجان میبریم، مصیبت نمیاره. معرکه های سیر خراجات و بی‌معنی که در خانه های ما و شما رخ میدهد، اینا مصیبت نمیارن و یک آیه قرآن که در معرکه خوانده شود مصیبت میاره. خودتان مقایسه کنین. مصیبت در آیت خواندن است یا مصیبت در این معرکه هایی که من یادآور شدم؟
خوش به حال آن برادری که در معرکه او صدای قرآن است. خوش به حال آن برادری که در توی او موعظه است. خوش به حال آن برادری که در خاندان اون ختم قرآن می شود. اینا برکات هستند. پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکروا الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. در کدام خانه ای که اگر توی شود، در کدام خانه ای که اگر نکاح شود، در کدام خانه ای که اگر خدایی شود، با اصطلاح امروزه که ما خدایی میگیم یعنی خیر احسان شود، اگر در اون خانه اگر امر معروف و نهی منکر نشود، اون مردم پیغمبر خدا گفتند اونها نعمتهای حلال کرده را نخوردند. اونها از اون شوربا و آش و میوجاتی که این بیچاره خریده است او را نخوردند، بلکه اینها از گوشت و پوست خر خورده و خسته خانه هاشون رفتند. در معرکه‌ای که اگر یاد خدا نشود، در معرکه‌ای که اگر یک حدیث پیغمبر خدا تحلیل نشود، اون معرکه را رسول اکرم با یک خری مرده تشبیه دادند. و او انسانی که $1000 و $2000 ده این نعمتها را برای مردم خریده است و گویا که این پول در یک راهی فسق و فساد حواله کرده است و در نزد خدا اجر ثواب نمیگیرد. این حدیث پیغمبر است، این یگان حدیث من نیست. و شما یقین دانید خدا سوره الحاق داره، ما و شما پاره 30 شاید اکثر شما دانید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. البته به البته اینجا نون ثقیله میگوید، نون تأکیدی است. ثم لتسألن، البته به البته خداوند در روز قیامت شما را از این نعمتها میپرسد. عن النعیم، از این نعمتهایی که میخورین خداوند شما را میپرسد. ابن عباس خدا رحمت و مغفرتش کند، شاه مفسران، در تفسیر ابن کثیر میگوید که از کدام نعمتها میپرسد خداوند. از ابن عباس پرسیدن کدام نعمت هاست؟ حضرت عباس چی گفتند؟ از گوش، از چشم، از دهان، از دستها. اینا نعمتی هستند که خدا بر ما داد و از اینها در روز قیامت خداوند میپرسد که اینها را ما در کدام راه صرف کردیم. حضرت سعدی چی میگوید؟ چشم از برای دیدن آیات قدرت است. بیایید یک نظر کنیم که همین نعمتهای خدا داده است، این چشم برای تماشا کردن همون فسق فساد است یا برای یگان چیز دیگر است؟ بیاین سعدی را گوش کنین. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. آیات گفتن نشانه ها. شما میگوید با این چشم این آسمانی بیکنار تماشا کنین. شما با این چشم این آسمانی بی ستون تماشا کنین. شما با این چشم این ستاره هایی که از زمین دیده کلان هستند و یکدیگر قطع حرکت دارن با یکدیگر نمیرسن، این قدرت ها را مشاهده کنین. با این چشم شما این بحرها را نظر کنین که این قدر حیوان ها در داخل او رزق روزی یافته خورده ایستادند. اینها را شما نظر کنین. این چشم برای او هست. میگوید این چشم برای او است که شما قدم زنان مسجد بیایید. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش ها میگه باید که حکمت شنوند، اینها باید آیت قرآن شنوند، اینها باید موعظه را شنوند، اینها باید که پند و نصیحت شنوند. در آخر چی گفت سعدی؟ بین چی یک سخت برای کسانی که این گوش و این چشم، این گوش و این چشم اگر در راه خودش صرف نشود، چی میگوید؟ هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، آن چشمی که حقیقت نمیبیند، آن گوشی که حقیقت را نمیشنود، هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. وای کور است، وای کر است، بلکه از اونم دیده پستر است. خدا در قرآن میگه، سوره اعراف است والله اعلم یا انفال است،